هیپ هاپ فقط موزیک نیست، یه کالچره. من بیگی ام پرودوسر. امروز میخوایم بریم تو دل این کالچر. همه چیز از یه محله کوچیک توی نیویورک به اسم برانکس شروع شد. اونجا پر بود از فقر، بیکاری، خشونت و جرم. ولی بین همه این تاریکی‌ها بچه‌های محله می‌خواستن به یه چیزی فراتر برسن. دنبال یه راهی بودن واسه تخلیه کردن خودشون، بیان درد و ساختن هویت. سال 1973 یه دیجی به اسم دیجی کول هرک یه تکنیکی رو اجرا کرد که دنیا رو عوض کرد. اون موقع با 2 تا صفحه قسمت‌های جذاب آهنگ رو هی تکرار می‌کرد. و همین کار باعث شده بود که رقصنده ها بیشتر ریتمو بگیرن و بیشتر باش برقصن. به همین خاطر بود که اسمشو گذاشتم بریک بیت و این بود جرقه تولد هیپ هاپ. کنار دیجی ها یه سری آدما بودن که میکروفون دستشون بود و جمعیت رو گرم میکردن و بهشون میگفتن MC یا مستر آف سرمونی. ولی کم کم کلماتشون رو عوض کردن و قافیه بهش اضافه کردن و چیزی که امروز بهش میگیم رپ شکل گرفت. و از همون موقع اسمایی مثل گرند مستر فلش اومدن وسط. اونا فقط موزیک نمیزدن، اونا فرهنگ میساختن، یه چیزی فراتر از موسیقی به اسم هیپ هاپ. هیپ هاپ فقط رپ نیست، 4 ستون اصلی داره: دیجینگ، MC، رپ کردن یا همون هنر بیان و داستان سازی، بریک دنس، رقصای خیابونی و گرافیتی، نقاشیایی که روی دیوار میکشن، آرتایی که روی دیوار میکشن. و این 4 تا شد کنار هم هیپ هاپ. اولین ترک ضبط شده هیپ هاپ برمیگرده به سال 1979. گروهی به اسم شوگر هیل گنگ ترک معروفی به اسم رپر دیلایتو منتشر کردن. و این اولی آهنگ رپی بود که رسمی ضبط شد و جهانی شد و همین باعث شد که رپ از محله‌های برانکس بیرون بیاد و به کل آمریکا برسه و الان همه گیر بشه. کم کم هیپ هاپ دیگه مثل آتیش زیر خاکستر شعله‌ور شد. دهه 80 شد دوران طلایی بلاک‌های بزرگ، استودیوهای خفن و اولین گروه‌های رپی که دنیا رو تکون دادن. اون موقع اسمایی مثل LL Cool J اومدن وسط و رپو از خیابون آوردن توی رادیو و تلویزیون. ایست کاست و وست کاست با هم دیگه رقابت میکردن. همسال توپاک هم اعتراضی میخوندن هم گنگستر رپ. و دکتر دری که اصلا متحول کرد این داستانو. و کلا هر منطقه سبک خودشو کار میکرد. اما مهمتر از همه این بود که فرهنگ هیپ هاپ داشت نفوذ میکرد به همه جوامع، از کف خیابونای برانکس و کامپتون تا به کل دنیا. هیپ هاپ فقط دیگه یه صدا نبود، یه سبک زندگی شده بود و سبک‌ها زیر شاخه‌ها شکل گرفتن. گنگستر رپ، داستان واقعی خیابون و زندگی. کانشس رپ، حرفای سیاسی و اجتماعی و اعتراض به سیستم. دریل و ترپ با بیت‌های دارک و سنگین که نسل امروزی عاشق شدن. Mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on. و همینطور فشن و گرافیتی و رقص هر روز بیشتر تو دل جوانان نفوذ میکرد. و حالا هیپ هاپ فقط توی آمریکا نیست، اروپا، آسیا، آفریقا، همه جای دنیا کسایی پیدا میشن که روش به زبون خودشون، به لهجه خودشون رپ کنن و بیتای خاص با سبک و فرهنگ خاص خودشون بزنن. و این یعنی اینکه یه چیز کوچیک توی ساختمون برانکس تبدیل شده به یه چیز جهانی که همچنان داره رشد میکنه و جا برای خلاقیت و نوآوری همیشه بازه. خب رفقا، این بود داستان کوتاهی از پیدایش و گسترش هیپ هاپ، پشت پرده ترک ها، داستان واقعی رپرها و هر چیزی که توی هیپ هاپ و رپ هست رو کشف میکنیم و دور هم دیگه حال میکنیم و انرژی واقعی هیپ هاپ رو حس میکنیم. اگه دنبال هیپ هاپ واقعی هستی، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.